نه سواد داره، سواد خواندن نوشتن اصلا نداره. چند سالشه امیرعلی؟ 13 سالشه. چرا نذاشتیم بره مدرسه؟ چون تکلم نداشت، صحبت کردن اصلا نمیتونست. عجب. نمیتونه حرف بزنه. اوتیسم، حافظ کل قرآنه. چطور؟ حافظ کل قرآن. چطور؟ چجوری ما باید امتحان کنیم حافظ بودن امیرعلی رو؟ قرآن پخش کنیم، امیرعلی چی کار میکنه؟ قرآن زمتشو بکشین بیارید اینجا، خب و خطشو براتون پیدا کنه. یعنی جایی که قرآن رو ما داریم پخش میکنیم و میشنوه باز میکنه اصلا قشنگ شما رو امتحان کنیم. توکل به خدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه. درسته، تشویق کنید. حالا تشویق کنید. حامد ماشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية. الله حیرت انگیزه. الله اکبر. حیرت انگیزه. حیرت انگیزه. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر ولله الحمد. بریم بس رو پخش کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. آقا حرف بزنید. چی بگم؟ دارین میبینین دیگه، نه سواد داره نه تکلم داره، فقط میشنوه و نشون میده. همین دقیق دست. آخه چجوری چیزی به گوشش میرسه؟ چیه؟ بخسته معجزه تست برد. سریع هم پیدا میکنه. بله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. اکبر. الله اکبر. شنیدن صدای قرآن رو باز میکنه و اون نقطه رو نشون میده. پروردگار تو درباره بنده‌اش زکریاست. آنگاه که زکریا پروردگارش را آهسته ندا کرد گفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده. آورد آیاتو. الله اکبر.